سلام. رئیس جمهور تازه به کرسی رسیده خامنه‌ای یعنی عمو زرشکیان تو اولین هفته‌های روی کار اومدنش یه سفر به نیویورک داشت که خروجیش این بود که تازه فهمید که هیچ کس توی دنیا آخوندا رو آدم حساب نمی‌کنه. زنده باشی آقا. زنگ بزنید آقا بگین ما داریم میان اینا اول بپذیرن ما آدمیم. اونا باید بپذیرن. پزشکیان هنوز از نیویورک برنگشته و چمدون‌ها رو وا نکرده بود که اوضاع منطقه قمر در عقرب شد و عظما سری شال و کلاش کرد، گفت به سفر قطر کن. به دوحه پایتخت سفر قطر کرد. آدم به سفر قطر میکنه یا به قطر سفر میکنه؟ بلش کن. خلاصه سفر توی این شرایط با این عجله چرا؟ حالا از این سفر خطرناک چه دستاوردی داشتن؟ اول دیداری داشتیم با امیر قطر که بر اساس دعوت ما رفته بودیم اونجا، استقبال خوبی کردن. بله، این هم نمایی از استقبال خوب که توی راهرو یه موکت انداختن، هیچ کس نیومده به جز یک نفر، ولی از طرف رژیم 6 نفر اومدن که صحنه بیشتر شبیه اینه که اینا رفتن به استقبال یه نفر قطری. حالا بعد از این سفر تهش به چی رسیدن؟ صحبت‌های خوبی انجام گرفت، تفاهماتی شکل گرفت که طبیعتاً به 6 تا تفاهم نامه منجر شد. انشالله که اینا رو بتونیم ما پیگیری کنیم، عملیاتی بکنیم و قرار شد انشالله وقتی که اون انشالله وزیر امیر قطر رو دعوت کنیم بیان ایران و با هم اونها رو نهایی بکنیم و تبدیل به یک عملیات اجرایی بشه. پس از 6 تا تفاهم نامه هم که معلوم شد هیچ کدومش امضا نشده و تا وقتی که قطریا نیان ایران هیچ کدومش عملیاتی نمیشه. یعنی اینجا فقط گپش رو زدن، تو چی داری؟ پسته. تو چی میدی؟ هندونه. خب اگر می‌خواستیم فقط گپ بزنین مگه مرض داشتین همه راه برین قطر؟ از همونجا زنگ می‌زدین دیگه، این همه خرج و مخارج الکی رو دست نمی‌ذاشتین. بله، یه موضوع دیگه اونجا داشتن که چی بوده اون؟ بانک مرکزی رو هم گفتم، حالا ما اونجا 6 میلیارد دلار که مشکل داریم، حالا قرار شد جلسه گذاشتن با همتای خودشون در اونجا، هم با امیر قطر جلسه بود اونجا گفتگو کردن، اونجا هم به تفاهمات خوبی رسیدن. آها، پس پای پول جدی وسط بوده. عظما کفگیرش به ته دیگ خزانه خورده که گفته پاشو برو قطر پول رو نقد کن، چون سر 6 میلیارد دلار مشکل داشتن. که حالا این کدوم 6 میلیارد دلاره؟ بذار تا برات بگم. این همون 7 میلیارد دلار معروفه که چندین سال توی کره بلوکه شده بود و رژیم هر چند وقت یه بار علم میکرد که داریم میگیریم ولی جعبه خالی گیرشون میومد و با گوشه آویزون دست خالی برمیگشتن. توی این فاصله هم اینقدر این پول رو این دست به اون دست کردن، از وون کره به دینار، از دینار به دلار، از دلار به یورو فلان، که 1 میلیاردش آب رفت. یعنی 7 میلیارد دلار که بود به دلیل کاهش ارزش وون کره در برابر دلار به 6 میلیارد تقلیل پیدا کرده. حالا همین 6 میلیارد رو هم اگه زیر ذره بین بگیری در نهایت 5.3 میلیارد یورو خواهد شد. بعد برای اینکه همین پول رو بالاخره نقدش بکنند، سال گذشته مشروطش کردن به آزادی 5 تا گروگان آمریکایی که گفتن اگر گروگاناتون رو میخواید باید این 6 میلیارد دلار رو به ما بدید. که رئیسی اومد گفت دیگه این دفعه دیگه واقعیه، این دفعه دیگه واقعیه، 6 میلیارد رو میگیریم، هر کاری هم که دلمون بخواد باش میکنیم. شرایط این 5 تبع آمریکایی آیا سلامت هستن؟ حالشون خوبه؟ میخوام در خصوص معامله‌ای که انجام شده بپرسم. 6 میلیارد دلار ایران که پول خودش هم هست، باور دارید که این پول به اشتباه از ایران غریق شد ولی الان برای مقاصد بشردوستانه قرار هست که استفاده میشه، غذا و دارو؟ پول متعلق به جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً بر اساس تشخیص جمهوری اسلامی ایران در مورد نیازهایی که وجود داره به مصرف خواهد رسید. تعیین تکلیف کردن برای این پول با دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. حالا این خواب و خیالای رئیسی بود قبل از اینکه معاملهشون سر گروگان‌ها جوش بخوره. چون داستان این بود که برای اینکه این دلارهای فریز شده توی کره جنوبی یه جوری به دستشون برسه، رفتن یه معامله کردن که 5 تا گروگان آمریکایی رو به شرطی آزاد می‌کنیم که پول‌ها از کره جنوبی خارج بشن.
نتیجه چی شد؟ پولها از کره جنوبی خارج شد ولی رفت تو ایستگاه بعدی توی 2 بانک قطر اونجا گیر کرد. عضو هم که اون موقع فکر میکرد بانکاش پر پول شده ذوق زده گروگانها رو داد رفت، ولی بعد که رفت سراغ حسابش توی قطر دید اینجام که بلاکیم. این در واقع پولها از بلاک کره جنوبی در اومد رفت تو بلاک قطر. حالا اون زمان زیاد این دماغ سوختگی رو باد نمیزدن، بلکه برعکس همش توی این 1 سال وعده میدادن که بله پولا داره آزاد میشه. خبرهای خوبی هم در راه انشالله. چه خبری بفرمایید؟ گوشاشو بگین آقای وزیر. انشالله در مورد آزادسازی منابع ارزی خبرهای خوبی در راه انشالله. همون که کره جنوبی بوده. حالا مواردی هست که هر وقت محقق شد. سخنگوی دولت رئیسی هم که اصلا میگفت پولا آزاد شده، 6 میلیارد فقط زیر یک کلید بانک مرکزیه. حالا برق قطع شده، کلید گم شده معلوم نیست، ولی 1 سال گذشت، رئیسی کتلت شد، سخنگوش جایگزین شد، ولی هنوز که هنوزه این کلید 6 میلیارد دلار پیدا نشده و تازه در سفر پزشکیان معلوم شد که همچنان سر این پولهای بلوکه شده مشکل دارند و به قول رسانه‌های خودشون آبی از 6 میلیارد دلار ایران در قطر گرم نشد. من میخوام در خصوص سفر قطر آقای رئیس جمهور بپرسم که دقیقاً چه اهدافی رو این سفر دنبال داره. ما پولهای بلوکه شده هنوز در قطر داریم که آقای رئیس جمهور در خصوص این هم مذاکراتی داشته باشن. قاعدتاً سفری که به صورت بین‌المللی صورت میگیره و سفرهایی که در واقع خارج از کشور و با هیئت همراهیشون میرن، هدفشون گشایش هایی هست که انشالله بشه در سفره مردم اثرش رو بذاره و طبیعتاً با دیپلماسی و در واقع با گشایشی که میتونه اتفاق بیفته ما شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم. سخنگوی دولت پزشکیان سوال سر 6 میلیارد رو که پاسخ نداد، تفره رفت. اما شما و سفره مردم؟ بابا شما که هنوز نیومده نون رو گرون کردید، سوخت رو میخوای گرون کنی، بعد با سفر دیپلماتیک میخوای برای مردم گشایش ایجاد کنی؟ بابا شما ادامه همون حکومتی هستید که سال گذشته هنوز این 6 میلیارد به دستتون نرسیده بود، 6 میلیارد یورو از مالیات مردم رو خرج تجهیزات سرکوب نیروی انتظامی کردید. در خود فراجا خب ایشون موقعی که احساس کردن که این نیاز به امکانات فراجا هست، خودشون رأساً در جلسه شورای مصوب فرمودن که یک مبلغ خوبی برای تجهیز تخصیص داده بشه که 6 میلیارد یورو مصوب شد. گشایش سفر مردم کدومه؟ تو این نظام اگرم پولی بیاد اول برای سرکوب خرج میشه. مگه شما دنبال گشایش برای مردم هستید؟ شما همونایی هستید که با وعده رفع فیلترینگ توی انتخابات اومدید سر کار، ولی الان بعد از 100 روز در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی به جای دستور رفع فیلترینگ برخورد با فیلتر شکنها رو مطرح کردی. مگه نکردی؟ بعد وزیر تو فرستادی که مثلا این حرف رو ماله بکشه، اونم گفته. امروز فیلتر شکن‌هایی که از مبادی غیر مجاز در کشور استفاده می‌شوند باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده. از این رو برخورد با فیلتر شکنان منافاتی با ایجاد فضای مجازی قانونمند ندارد. عجب مریض العقلی هستی تو. آفت چه مرضی داری که اول فیلتر می‌کنی بعد می‌خوای فیلتر شکن آلوده رو جمع کنی؟ خب نکن فیلتر. آخرین سوتی این سفر یه روزه به قطر هم این بود که کلی خرج کردن که اونجا انواع دیدارها رو داشتیم، از جمله رئیس جمهور نظامشون با وزیر خارجه عربستان دیدار داشته مثلا. اما جالبه که در همون روز که زرشکیان داشت با وزیر عربستانی دیدار میکرد، توی تلویزیون حکومتی داشتن همینطور بی‌قافیه علیه عربستان نوحه میخوندن. لعنت الله علی آل سعود، حسنستان میشه عربستان، ایشالله به همین زودی زود. یعنی با این حرکت یک بار دیگه به همه دنیا اثبات شد که این زرشکیان واقعا زرشک بی‌ارزشیه که هیچکس توی داخل نظام هم به قول خودش آدم حسابش نمیکنه. در مجموع این سفرش به قطر با همه خرج و مخارجی که براشون داشت جز بی‌آبرویی بیشتر نتیجه‌ای براشون نداشت. وقت بخیر و خدا نگهدار.